گاهی اوقات وقتی ما کار میکنیم به نظر میومد که شبیه مجرما هستیم و واقعا با گروهمون از خودمون سوال میکردیم چرا این احساس رو داریم، چرا هر لحظه منتظریم ما رو دستگیر باید این بود که به زن و بچه‌ت گفتی کارت چیه. ولی باید مواظب می بودیم. تلفن من نمیتونستم با خودم داشته باشم، من که از روی تلفن میتونستم من رو ردیابی کنم. من از کارت بانکیم نمیتونستم استفاده کنم برای اینکه معلوم میشد لوکیشنی که هستم کجاست. و تعداد زیادی ویژگی‌های مشترکی که بیشتر مجرمای فراری استفاده میکنن تا آرتیستا و فیلمسازا. بنابراین گاهی اوقات فکر میکردیم شبیه گنگسترایی هستیم که داریم کار هنری میکنیم. من از هیچ کس نمیترسم. از اونجایی که ما داشتیم مخفیانه کار میکردیم و هر آن این احتمالی وجود داشت که یک نیروی پلیس یا یه آدمی که ما نمیدونیم دقیقاً کیه، ممکنه مثلا یه مأمور لباس شخصی بود یا هر کسی به ما نزدیک شه و وارد فیلم برداری بشه. زمان میبره خوندن بشه. ما همیشه آماده بودیم اگر یه غریبه به اون منطقه‌ای که ما داشتیم کار میکردیم میرسید سریعاً همه چیز تغییر میکرد به پلن بی. یه ماشین توی فاصله نشسته بودم و مانیتور توی ماشین جلوی من بود. من اگر حالا تو نزدیکی اونجا بودم کاملا دور میشدم و فیلمبردار عوض میشد، بازیگرا سهیلا خصوصا از منطقه با دور میشد و همه چیز توی یه فیلمنامه دیگه ادامه پیدا میکرد. اگر توی لوکیشن دیگه کار میکردیم برای اونجا ممکن بود که فیلمنامه جداگانه آماده کنیم که همه چیز واقعی به نظر برسد. چیز نمیدونم. پس جواب آخرتون همینه. حدود 4 هفته از فیلمبرداری گذشته بود. حکم دادگاه اول من به من اعلام شد و من مطلع شدم که 8 سال زندان برای پرونده قبلیم دریافت کردم و یه نگرانی خیلی بزرگ این بود که اونا تصمیم بگیرن که زود منو دستگیر کنن و اگر که این دستگیری اتفاق میافتاد فیلم ناتموم میمون. اولین کاری که من بعد از این ماجرا کردم این بود که با وکیلم صحبت کردم، ازش پرسیدم که معمولا چقدر این پروسه بین دادگاه اول تا دادگاه دوم طول میکشه و اون توضیح داد که با توجه به اون شرایطی که تعداد زندانیای سیاسی خیلی زیاد بودن و اینا معمولا این مسیر حدود 1.5 ماه وقت میبره تا 2 ماه و بعدم که 2 هفته تعطیلات سال نو هست. ما فکر کردیم که خب شاید ما موفق شیم تو این فاصله فیلم رو تموم کنیم و دقیقاً هم همینطوری شد. یعنی تو اون فاصله ما موفق شدیم فیلمبرداری رو تموم کنیم. درست چند روز بعد از تعطیلات سال نو بود که دومین حکم من به من اعلام شد و دیگه زندان رفتن من قطعی شد. اینو بندارم من یه حفاظت شخصی. وقتی میخواید که مقابل سانسور ایستادگی کنید، خود به خود به عنوان یه هنرمند دارید دست به یه عمل انقلابی میزنید. ممکنه شما نخواهید کار انقلابی بکنید، ولی همین که مقابل سانسور وای میسید شما رو تبدیل میکنه به یه آرتیستی که به هر حال داره یه اکت انقلابی میکنه.